به نام خداوند یکتا، خداوند روزیده رهنما. عرض سلام دارم خدمت دوستان و خداوند رو سپاس میگم که باز هم این فرصت رو پیدا کردم که با شما دوستان و عزیزان باشم. ببینید، ما توی پست های قبلی راجع به لزوم تغییر و اهمیت تغییر صحبت کردیم و گفتیم که این تغییر کردن اصلا پذیرشش چقدر مهمه تو زندگی ما و اصلا میتونه آغاز یک مرحله جدیدی برای ما باشه. امروز میخوام راجع به این صحبت کنیم که ببینید، ما به محض این که نیت میکنیم تغییر کنیم، به سوی خوبی ها و نیکی ها پیش بریم، انگار که یک دستی ما رو همینجوری هدایت میکنه به این سو. ناخودآگاه همه اون اعمال ما در جهت اون نیت ما به اصطلاح انجام میشه و انگار که یک دست الهی میاد و ما رو هدایت میکنه به محض اینکه نیت میکنیم. یعنی وقتی که ما نیت این رو میکنیم که به اصطلاح تغییر کنیم به سوی خوبی ها، به سوی مسائل خوب، میبینید که ناخودآگاه به این سو ما هدایت میشیم و کارهایی رو انجام میدیم، تغییراتی در ما به وجود میاد که اون نیت ما یعنی تغییر به سوی خوبی ها و خیر رو برآورده میکنه. خب اگه بخوام راجع به علت این موضوع صحبت کنیم هم واضح هست، به خاطر اینکه در حقیقت میشه گفت که انسان فطرتاً به سوی نیکی ها گرایش داره و اصلا یک نیرویی در درون انسان هست که انسان رو به سوی خیر، به سوی فطرتاً به سوی خوبی ها و نیکی ها پیش میبره و اساساً تشخیص این نیرو هم در درون ما تعبیه شده. به همین خاطر ما می‌بینیم بارها و بارها در قرآن کریم اومده که این تشخیص نیروی خوبی، این فطرتاً دنبال مسائل خوب رفتن اصلا در درون انسان هست و گریز از بدی و دور شدن از بدی ها در درون انسان هست. مثلا 2-3 تا نمونه رو میگم خدمت شما. مثلا در قرآن کریم در سوره شمس شما میبینید که اول سوره که شروع میشه خداوند چندین قسم میخوره. اساسا این گونه از هر موقع که ما میبینیم که قرآن کریم داره قسم میخوره و خداوند قسم میخوره به چیزهای مختلف، میخواد یک مسئله خیلی مهمی رو مطرح میکنه و به همین خاطر مثلا در سوره شمس میگه و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، همینطور ادامه میده چندین 7-8 تا قسم رو پشت هم به اصطلاح یاد میکنه و بعد میگه فالهمها فجورها و تقواها، یعنی به انسان اون خیر و شرش رو الهام کردیم. یعنی ما درونمون آگاه از این که در حقیقت خوبی چیه، بدی چیه و باید به کدوم راه بریم. حالا اگر که ما راه بدی رو انتخاب کنیم، در حقیقت به نظر من اون هم تشخیصش در درون ما هست. یا مثلا در سوره بلد هم شما ببینید میگه هدیناه النجدین، خیلی جالبه، میگه آیا ما تو رو به سوی راه خیر هدایت نکردیم؟ خیلی جالبه. یعنی در حقیقت این حالت سوالی داره، یعنی ما کردیم این کار رو، در درونت گذاشتیم. پس به همین خاطر است به محض این که ما نیت میکنیم که به اصطلاح تغییر کنیم به سوی خوبی ها، به سوی زندگی بهتر، این درون ما به اصطلاح باهاش موافقه و جالبه که اعمال ما ناخودآگاه تطبیق میشه با این نیت. یعنی به محض این که واقعا اراده کنیم و نیت کنیم که آقا ما میخوایم به سوی خوبی ها بریم، این اتفاق میفته. نیت خیر مگردان که نکوفالی است. باز یه نکته دیگه هست که از قرآن کریم نقل می‌کنیم، یک به اصطلاح در آیه هست که میگه الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ یعنی بازم اینجا خیلی جالب سوالیه. بعد خب در ادامه آیه میگه بله، به بنی آدم که عرض میکنه میگه آیا من پروردگار شما نیستم؟ میگن بله. خب وقتی که من پذیرفتم که پروردگار من الله هست و مظهر خوبی ها و نیکی هاست و همون خدایی که از روح خودش در من دمیده، طبیعتا این فطرت گرایش به خوبی ها در من هست. پس به محض اینکه نیت کنم باز هم به این سو گرایش پیدا خواهم کرد، باز هم به سوی خیر خوبی گرایش پیدا خواهم کرد و این یک اصلی است که به نظرم فطرتاً در درون ما نهاده شده. پس بنابراین این اختیار هم با ما هست، یعنی اینکه ما مختار هستیم که به سوی خوبی حرکت کنیم، تغییر کنیم یا به سوی شر و بدی. پس این خیلی مهمه که ما انتخابگر هستیم و برای اینکه خب این انتخابمون رو عینیت ببخشیم باید
سعی کنیم اون گرایش و تغییری که در راه خوبی میکنیم این رو بیایم بنویسیم، چون اصلا نوشتن یکی از ابزاری است که میتونه این رو در ذهن ما کامل تر کنه و در ذهن ما در حقیقت بیشتر جا بیاندازه و با تکرارش باعث میشه که این به اصطلاح تغییر خوب که ما دنبالش هستیم برای ما تبدیل به یک عادت بشه، در حقیقت بره تو ضمیر ناخودآگاهمون. ببینید هر کاری که تکرار کنیم و ما بهش عادت کنیم، مثل رانندگی، کسی که راننده حرفه‌ای است دیگه فکر نمی‌کنه که مثلا چگونه باید رانندگی کنه، بلکه این رانندگی انگار که رفته تو ضمیر ناخودآگاهش و از اونجایی که خب آدم همیشه سطح انرژیش در یک سطح نیست، بنابراین ما با تمرین و تکرار تغییر به سوی خوبی ها این رو به صورت یک عادت و ملکه ذهنی در میاریم که ناخودآگاه بخوایم اونو انجام بدیم. پس اگر ما بتونیم این کار رو تکرار کنیم و راه حلش هم گفتم نوشتنه و برای اینکه این کار رو کنیم همین امشب بیایم یه گوشه خلوت کنیم و اون سناریوی زندگیمون رو اونجوری که دوست داریم بنویسیم، اون تغییراتی که دوست داریم تو زندگیمون اتفاق بیفته برای خودمون بنویسیم و هر روز صبح اون چیزایی که دوست داریم تغییر کنیم اونا رو بخونیم و نوشتیم و همین تکرار همونطور که گفتم باعث میشه که بره تو ذهن ما، بره تو ضمیر ناخودآگاه ما و ناخودآگاه مرجعی برای عمل کردن ما باشه.